سال‌هاست همچنان دارم بازیگری رو ادامه 21 ساله دارین کار میکنین. بله. وقتی که کسی 21 سال در یه حوزه‌ای باشه و واقعا عمرش رو بذاره اونجا، فکر میکنم خیلی خوب میتونه به این سوال من پاسخ بده. شهرت یا محبوبیت؟ اگر بخوام بگم واقعا هیچ کدوم. به نظر من رشد مهمه توی این زمینه. من همیشه اتفاقا توی کلاس ها هم میگم موفقیت دقیقاً تشکیل میشه از شهرت و محبوبیت، و محبوب بودن یک دام بسیار بزرگه، چون ما هیچ وقت نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم، و شهرت چیزیه که ناخودآگاه با رشد همراه خواهد بود. پس من رشد رو انتخاب میکنم. شما به عنوان یک بازیگر الان مشهور هستی؟ نمیدونم، آخه ما تئاتر کار میکنیم و اصولا تئاتر هم بیننده های خاص خودش رو داره و شاید کسی که تئاتر میبینن کم و بیش، یعنی اینطوری بوده که به این توی خیابون شما رو بشناسن؟ تقریبا. البته این اتفاق زمانی میفته که بیشتر توی تلویزیون ظاهر میشن، مثلا فیلم هایی که کار کردن. اصفهان شهریه که خیلی تئاتر دوست دارن و بیشتر مردم میان میبینن. حالا نگاه به شرایط کرونایی نکنیم که البته قراره در موردش امشب با هم دیگه حرف بزنیم، چه بادی هم میاد. ما رو میدونم که ما خانومان به واسطه شادروسایی این باده که میزنه نگرانی به هم میریزه دیگه. ببخشید شرایط برنامه ما تو سرما، گرما، باد، برف، بارون اومدیم اجرا کردیم. حالا یه شب شما تو دردسر افتادین عزیزی. داشتیم صحبت میکردیم و میگفتم که خب این شهرت به نظرتون خوبه به عنوان یه بازیگر؟ نمیدونم خیلی در موردش حرف بزنم، چون من بازیگر تئاترم و شاید مثل بازیگر سینما اینو تجربه نمی‌کنم. دوست نداشتین سینما تلویزیون رو تجربه کنی؟ نه اونقدری که ببینید همه فکر میکنن قطعا بازیگری یعنی که حتما شما جلوی دوربین ظاهر بشید. اونقدری که برای من بازیگری تئاتر و رو در رو شدن مستقیم با مخاطب لذت بخش، لنز دوربین کارو نمیکنه. هرچند اون کار رو هم خیلی دوست دارم و برام بسیار تجربه جذابیه، اما چشم در چشم تماشاگر لذت دیگه ای داره. چه حسی داره برام میگی؟ قطعا شما در یک لحظه تکرار نشدنی تمام عواطف و احساساتتون رو به مخاطب سهیم و شریک هستید و تمام تاثیرگذاری رو دریافت میکنید. یک دیالکتیک کامل بین شما و تماشاگرتون جریان داره که واکنششون رو میبینی خیلی مهیجه، پر از انرژی، پر از زندگی، پر از نفسه و این خیلی لذت بخشه. داره باد میاد نوید بخش بهار تو زندگی به چی میبینی؟ بهار یعنی زنده شدن و این زنده شدن همون آغاز رشدیه که بهتون میگم و من فکر میکنم که بهار رستاخیزه. یعنی بعد از هر مرگ یا ناراحتی یا ناامیدی که به وجود میاد ما یعنی دوچار که نه، با بهار مواجه میشیم. بهار رو همیشه زنده شدن بعد از مرگ میبینم. بسیار عالی. میگن که بهار یه نقطه شروعه، نقطه شروع برای تغییر. به خاطر همینه که بعضیا توی سال چند تا بهار دارن، بعضیا هر چند سالی یه دونه بهار دارن، بعضی هم هیچ وقت تجربهش نمی‌کنن. در حساب بهار بهونه یادآوری اینه که حواسمون به این تغییره باشه. این قسمت رو ببینید، بعد قراره که مفصل با خانم مقدم صحبت کنیم. سلام علیکم، پیشاپیش عیدتون مبارک. آقا دیدید ما هر موقع حالشو نداریم یه کاری انجام بدیم هم میگیم از شنبه شروع میکنیم. امسال با شنبه شروع میشه، یعنی اولین روز سال شنبه است. حالا میخوایم از مردم بپرسیم اگه قرار باشه یه کاری رو از شنبه شروع بکنن اون کار چیه؟ پس با ما همراه بشید. آقا سلام علیکم. سلام قربان. وقتتون بخیر. حالتون خوبه؟ الحمدلله. دیدیم ما یه کاری که میخوایم شروع بکنیم میگیم از شنبه شروع میکنیم، از شنبه ورزش میکنیم، از شنبه رژیم میگیریم، از شنبه خیلی کارا میخوایم انجام، ولی بیشترش هم انجام نمیدیم. امسال سال تحویل چه روزیه؟ شنبه. باریکالله. این سال جدید با همیشه یه شنبه‌ای وجود داره که ما قراره که کارهامون رو از اون شروع بکنیم. البته هیچ وقت شروع نمی‌کنیم. امید دارم که سال جدید که در روز شنبه است بالاخره یه آغازگر خوب باشه و دیگه پر انرژی این کارو انجام بدیم. داشتم با سرکار خانم رادنش مقدم صحبت می‌کردم در خصوص تئاتر و صحبتمون تا اینجا پیش رفت که زمانی که با مخاطبشون رو در رو هستن، هم نفس هستن، خیلی انرژی بیشتری داره. خانم مقدم من احساس می‌کنم که مثل اجرای زنده است. وقتی که ما با مخاطب خودمون هم نفس هستیم، داریم در یک لحظه زندگی میکنیم، حسش بهتره تا اینکه بخواد برنامه مثلا ضبطی باشه. ولی خب دوربینم یه حس و هوای خوبی، حال خوبی داره ها. بله اینم هم بگم. قطعاً. الان سختتونه اینجایی؟ نه اصلا. خب من کارهای تصویرم کار کردم و بسیار لذت بردم به دلیل اینکه
مقابل دوربین بازی کردن هم یک شگفتی داره که تو تا لحظه آخر ازش بیخبری و این تفاوتیه که و همیشه هم میتونی اون رو ببینی و لذت ببری. این هم باید بگم که بی‌انصافی نکرده باشم. نه عزیزم این چه حرفیه؟ داریم در مورد حرفه‌های مختلفی با هم حرف میزنیم دیگه. ولی خب حرفه شما یه حرفه‌ای که خیلی علاقه‌مند داره، مشتاقن که بیان تو این حرفه کار بکنن. شما به عنوان کسی که عمریه در این مسیر هستین، البته ایشون سن و سالی نداره، عمریه در این مسیر هستین، پیشنهاد میکنید به کسانی که علاقه دارن بالاخره میان میبینن دوست دارن، چه تئاتر چه تلویزیون حتی؟ ببینید این سوال لایه‌های واقعا پیچیده و زیادی داره. اولویت هاشو بگید به من اول فکر میکنم از نظر انسانی اینه که ای کاش همه آدم ها دوره های بازیگری میدیدن. از چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بازیگری تمرین زندگیه و بسیار درمانگر هنر نمایش، همونجور که ما سایکودرام داریم، و بسیار انسان سازه. اگر که تبدیل به فقط هنر پیشه نشیم، یعنی پیشه و حرفمون هنر نباشه و بخوایم مفهوم بازیگری و هنر رو دریافت کنیم، من توصیه میکنم که آدم ها همه برن، حتی اگه نمیخوان بازیگر بشن، دوره بازیگری ببینن، چون حالشون خوب خواهد شد. سبب این نمیشه که جلو هم دیگه نقش بازی کنی؟ دقیقاً یکی از وجوه درمانگرش اینه. مثلا من خودم به شخصه فکر میکنم انقدر ساعتهای درازی رو توی روز دارم در یک نقش دیگه به سر میبرم که وقتی دیگه در پلاتو رو میبندم و میام خونه به شدت نیاز دارم که خودم باشم و این وجه بازی کردنم تخلیه خواهد شد. این یک قسمت درمانگریه که برای تئاتر وجود داره. اما اگه بخوام از نظر جایگاه شغلی بگم، خیر، اصلا توصیه نمیکنم، چون واقعا از نظر اقتصادی و جایگاه شغلی تعریف نشده است بازیگری. بله، درآمدزایی خاصی هم که نداره. جدای از این که درآمدی نداره نمیشه باش درآمدزایی هم داره. حتی حالا شما مدرسی بازم آموزش زیاد آنچنان میدونم که هزینه‌های آموزشی زیاد نیست، درسته؟ بله. حالا اگه که برعکس شما بفرمایید ما خوشحال میشیم. واقعا صحت ما به عنوان یک شغل تعریف نشدیم در نظام شغلی. بله. دیگه چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی دوتاست. واقعا همینه. نزدیک عید قراره که دید و بازدید برید، چطوری برنامه؟ والا خب دیگه از پارسال که کلا دید و بازدیدها کنسل شده و قطعا الانم با وقوع کرونا و وجودش اصلا توصیه نمی کنم و خودم همین کار رو انجام نمیدم. فکر میکنم که باید خیلی مراقب کادر درمان به خصوص باشیم و احتیاط کنیم. دقیقا همینطوره. حالا امیدوارم که سال خوبی باشه، بلا از هممون دور باشه. به دعای خیر شما این انشالله که از ته دل گفتید، واقعا آرزوی قلبی هممون اینه که سلامتی به دنیامون برگرده. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و شما باعث افتخار این شهر و کشورمون هستید. خواهش میکنم. ممنون از شما که من دعوت کردین به برنامه‌تون و تشکر ویژه میکنم از تمام بیننده ها که مخاطب های ما هم هستن و همیشه ما رو حمایت کردن. به حمایت بیشترشون هم نیاز داریم و زنده و سالم باشن تا ما هم باشیم. سپاس از شما. شبتون بخیر. خیلی ممنونم. گفتم خدمتتون دیگه.